سلام دارم خدمت شما و خانم فضایی عزیزم و همچنین سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیزم در هر کجای دنیا که هستید. سلامت و پایدار باشید انشالله. منم پیشاپیش سال میلادی رو تبریک میگم به هموطنای خوبم، هموطنای خوب مسیحی و به قول شما فرق هم نمیکنه نوروز یا سال نو میلادی. انشالله که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید. خانم چی داریم؟ خیلی خوش رنگ و لعابه. چی داریم؟ این غذای تاجیکی هستش که غذای ملیشون به حساب میاد. اوشی پلو. بله. خیلی غذای عجیبی نیست، یعنی با ذائقه ما به نظر خیلی بله. شبیه مانی پلو تقریبا یا شبیه کابلی پلو افغانی ها. در هر کجای دنیا این غذاها، یعنی هر کشوری این غذاهای مشابه رو دارن. بله. حالا مواد اولیه رو خدمت بینندگان عزیزم عرض میکنم. برنج داریم اگر اجازه بدیم. بله خدمت شما. متشکرم. برنج آب کشی شده داریم 4 پیمانه. ببخشید اول گوشت رو مثل اینکه بعد میگفتم. گوشت سینه مرغ یا فیله مرغ 500 گرم. برنج آب کشی شده 4 پیمانه و هویج مکعبی خرد شده 1.5 تا 2 پیمانه لازم داریم. پیاز خرد شده 1.5 پیمانه و زرشک و کشمش از هر کدام 1/2 پیمانه. سیر رنده شده که من کنار هویج گذاشتم 3 حب خرد شده خیلی ریز لازم داریم. خلال نارنجی یا پرتقال شیرین شده 2 قاشق غذاخوری لازم داریم. ادویه پلویی به میزان لازم. زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری و گرد قوره، نمک، فلفل هم از هر کدام 1 قاشق چایخوری لازم داریم که من همه رو اینجا ریختم توی این. دیگه زردچوبه نداره نه؟ زردچوبه چون ادویه پلویمون مخلوطه زردچوبه داخلش هست. خیلی جالبه. اونا هم همین ادویه های ما رو به نوعی میتونیم بگیم از دارن. بله. اونا هم ادویه ما رو استفاده میکنن. خب دیگه چی خانم؟ و اینکه اگر که حالا من یه توضیح بدم در مورد گوشت این غذا. ببینید این گوشت خود تاجیکی‌ها بیشتر از گوشت گاو خیلی استفاده میکنن. گوشت گوساله و گاو و گوشت گوسفند و مرغ کمتر برای غذاهاشون استفاده میکنن. علاقه شدیدی به گوشت گاو دارن. ولی چون ما اینجا وقتی برنامه‌ام یه مقدار کم هستش من گفتم که از سینه مرغ استفاده کنیم و اون دسته از عزیزانم که گوشت قرمز نمیتونن مصرف کنن خب جا داره که از گوشت مرغ استفاده کنن. خب مراحل پخت این غذا خب مثل همیشه یک مقدار چی بود اسمش؟ اوشی پلو. بله این غذای ملیشونه و یه جورایی هم غذای صلح هم بهش میگن. غذای صلح. اون 5 سالی که اختلاف بود بین تاجیکستان این غذا رو اسمش رو گذاشتن غذای صلح که همین غذا مثل که باعث آشتیشون شده. بسیار بله. اون غذایی که شما آماده آوردید و تزیینش کردید با همون گوشت گوساله است ظاهرا درسته یا مرغ؟ نه اونم گوشت مرغ به خاطر ادویه ها هستش که رنگ آره خیلی غذای خوشمزه. یعنی اصلا مهم نیست گوشتش از بله البته که با گوشت گوسفند البته نه گاو خیلی خوشمزه تر میشه ولی با گوشت مرغ هم بسیار لذیذه. یک سرآشپز خوبی داشتیم از افغانستان اگه خاطرتون باشه. آره دقیقاً خانم بودن. یا آقای بودن. آقای سرآشپز مد نظرم هست. ایشون میگفتن که ما توی افغانستان پیاز رو سرخ نمی‌کنیم. خیلی برای من جالب بود. ولی این دوستان همچنان با همون سیستم خودمون پیاز سرخ کنیم. آره خانم. بله این بالاخره بعد مواد با هم تفت بخورن. درسته. توی ترکیه هم بیشتر مواقع بعضی از غذاهاشون پیاز سرخ نمی‌کنن یا اصلا تو بعضی از گوشتاشون کوفته‌هاشون اصلا پیاز نمی‌زنن. ولی خانم رامشخانو دارم وقت رو هزینه می‌کنم که اون یه مقدار تفت کنه. بله. بعضی از همکاران شما معتقدن که بین تفت دادن و سرخ کردن خیلی فرقه. بله. و ما غذا رو باید خوب تفت بدیم اما سرخش نکنیم. یعنی حتی این پیاز به تعبیر شما این سبک میشه دیگه. بله. آره. پیاز یه مقدار سبک بشه حالا میگن شیشه‌ای مانند بشه ولی ما غذاهایی داریم که حتما باید بعضی از پیاز اون غذا سرخ بشه. بله. خیلی از غذاها هستن که حتما باید مثلا پیازشون طلایی رنگ بشه. بیشتر مواقع از گوشت قرمز مخصوصا وقتی استفاده میکنیم بهتره که اول گوشت قرمزمون رو یه تفت بدیم اون خونابه‌های گوشت بله از بین بره جمع بشه و بعد پیاز رو اضافه کنیم. اون زمان که پیاز رو اضافه میکنیم گوشتمون خیلی خوش طعم‌تر میشه. الان من گوشت رو اضافه میکنم. پیازمون یکم که شیشه‌ای شد
من گوشت رو بهش اضافه میکنم. گوشتمونم که یک مقدار حالت پخت به خودش گرفت، من هویج رو میریزم، به خاطر اینکه هویج مقدار از جزء سبزیجات سفت هستش، بعد پخته بشه. با آب همین میپزه یا اینکه آب؟ بله نه اصلا این الان خودش آب میندازه پخته. یه مقدار که رنگ گوشتمون برگشت ادویه ها رو اضافه میکنیم و بعد هویج رو با سیر رو من اضافه میکنم. این غذا به شکل‌های مختلف تو تاجیکستان درست میشه. بعضی از حالا روستاهاشون یا شهرهاشون از کشمش دیگه استفاده نمیکنن، فقط از زرشک استفاده میکنن. باز به جاش ممکنه مثلا مغز گردو یا بعضی از آجیلا رو بهش استفاده. الان شفایش اینجوری میشه که بعد از اینکه اون یه خورده تفت خورد، هویج رو اضافه میکنیم با سیر یه تفت میدیم و میذاریم این رو با آب خودش بپزه. بله. بعد کشمش و زرشک رو که اضافه کنیم لحظه آخر دیگه که میخوایم برنج رو باهاش دم بدیم. این برنج، این غذا به دو مدل پخته میشه. یعنی اینکه این وقتی که تمام مواد قاطی کردیم، یک کوچولو زعفران رو میریزیم، یک کوچولو به اندازه مثلا یک دوم یک استکان آب میریزیم، میذاریم جا بیفته. میتونیم لابلای برنجمون موقع سرو بکشیم و هم میتونیم دمش بدیم، مثل لوبیا پلوی خودمون. دمش خیلی بهتره، بله لذیذتر هم میشه، چون تمام این طعم و مزه ها به خورد برنج میرن. خیلی بهتره. مربی آشپزی در یک برنامه‌ای بله خیلی هم سعی میکنن که خیلی اصول سفره ایرانی رو رعایت کنن. میشه که سفره ایرانی بدون سبزی خوردن نمیشه. خانمش همیشه سبزی خوردن کنار سفره‌اش هست. آره. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. میشه جانتون. سبزی خوردن گذاشتن یکم از قدیما ساده‌تر شده. درسته. دست اونهایی که اون کارو انجام میدن. ولی باز خیلی تنبلن مثل خانه ما و معمولا اونایی که همت میکنن باید بهشون گفت دست مریض. بالاخره سر سفره باید هم از مواد پروتئینی استفاده بشه، هم از سبزیجات، هم از غلات. حالا چون این برنج، این غذا خودش برنج رو خیلی حالا کالریش بالاست، ما دیگه از غلات اینجا نون استفاده مهمه ذائقه بچه‌ها رو بهشون عادت بدیم. بله. نمیدونم چرا سختم به این سمت میره ذائقه بچه‌ها. خیلی سخت. خانم این رنگ و لعاب این با همون زعفرونه درسته و همون ادویه دیگه چیزی که اضافه نمی‌کنه؟ نه این الان ادویه مخلوط هست. ادویه مخلوط این گرت قوره است. بعد من تمامش رو حالا خوش ادویه میشه ها. قرمز و بله. ادویه ها رو من اونجا که میگین یه مقدار تنقلاتش اضافه میکنن. بله. یه جوری نزدیک مرصع خودمون. بله میگم خیلی شبیه. اصلا کشورهای همسایه مثل افغانستان، تاجیکستان، حتی در بعض از مواقع ارمنستان غذاهاشون مثلا خیلی شبیه. ارمنستان انارپلو دارن که خیلی شبیه انارپلوی خودمون. چقدر ما خوشحال میشیم میریم جای سفر میبینیم غذاهاشون مثل غذاهای ماست. ولی بازم طعم و مزه غذاهای ایرانی یه چیز دیگه است. به نظر من البته. من مطمئنم این غذا اصلا ایرانی ان دیگه. بله تاجیکیا بله ایرانی هستن. دیدم شیرین صحبت میکنن بله. طبعا خیلی باید تجربه غذایی داشته باشیم. غذاهای خیلی متنوعی هم دارم. یه دونه پیش غذا دارن البته به نام خینگالی که اونم خیلی خوشمزه است. حالا اگر انشالله فرصت شد حتما اونم آموزش میدم که داخل یه از شما تعریف کردیم در برابر دیدگان مادرشاه. یه سوال بپرسم. واقعا چند تا غذا از مادرشاه یاد گرفتین؟ شما هنرمندین ولی معمولا عروسا از مادرشاه چیزا یاد میگیرن. خواهش می‌کنم. بعد اینجا جدایی که از مادرشاه خیلی تشکر بکنم و همچنین از مادر خودم. بله. من از مادرشاه خیلی از غذاها رو یاد گرفتم، مثلا غذای جنوبی، چون ایشون جنوبی هستن. بله من بهترین غذایی که درست می‌کنن چیه خانم؟ یه خورشتی هست خورشت بهش میگن مسمای بادمجون با روب انار هست. ایشون درست می‌کنه. بله که یه غذای به نظر من عربی هست ولی ایشون چون خوزستان خب یه سری از هماهنگ کنیم با خانم ناموری یه دفعه دعوتش کنیم. بله. ایراد نداره که در کنار شما باشن. نه مادر همسر من چیشون هم دستشون فوق‌العاده است اینجوری که نمیشه بعد میگه. آره مادر شوهرم خیلی دست و پنجه خوبی داره و یعنی خوش دست و پنجه غذاهای خیلی خوشمزه. ممنون مرسی متشکرم خیلی ممنونم. ما 30 ثانیه زمان داریم خانم رامش. حالا تو این فاصله که رنگ مرغم یه خود برگشت من این سیر و هویج هم بهش اضافه میکنم. هویج رو بذاریم کاملا نرم شه یا لابلای برنج موقع دم انداختن بله یه مقدار نرم میشه ولی لابلای برنج هم دم میکشه چون با بخار برنج کاملا پخته میشه. به این مرحله که رسید من لحظه آخر که هویج ما یه مقدار نیم پس شد من کشمش و زرشک
و زعفران رو با این خلال نارنج رو بهش اضافه میکنم و اگر حالا فرصت باشه میخواین هم الان اضافه کنم، اشکال نداره. میتونیم آقای عزیزم میتونیم یه 30 ثانیه به ما زمان میدیم. میخوام 30 ثانیه. آره ببینیم من الان این هویج اشکال نداره. حالا اینا همه با هم دیگه من همه رو الان قاطی میکنم. این چی بوده؟ این خلال نارنج شیرین شده. بله. من زعفران وقت شد آخر برنامه اون بگین چه جوری دقیقاً شیرین کردیم. حتما. ما همه مواد قاطی میکنیم با هم و دم میدیم. بله. درسته؟ ببینیم دست شما در اینم طریقه دم دادنش هم یا میتونیم بذاریم جا بیفته که بریزیم لابلای برنج موقع سرو، یا که میتونیم به این شکل دمش بدیم. یه مقدار از برنجمون رو میریزیم. حجم اون مواد میانی نسبت به برنج خیلی زیاده. آره دیگه باید برنج اندازه باشه، ولی هرچی پرملات‌تر باشه باز خوشمزه‌تر هم میشه. دست شما رو نکنه رنگارنگ تقریبا میشه گفت دیگه جا افتاده. بله تحقیقاً جا افتاده. خب بله هویجش هم بکنم میشه بزنید ما ببینیم بله نگاه کنیم به این شکل هم میخوره. اسمش چی بود؟ اوشیپولو. اوشیپولوی تاجیکستان. فکر کنم تدیک هم بسته. این کارو نگاه کنین. آها تدیکش هم که عالی شد. بله تدیک بی‌نظیره. این غذا آماده است. بله خواهش می‌کنم. دیگه میشه که سروش کرد. خانم خیلی لطفاً